در اینجا واقع آزار زمانی جدید کانون اتفاق از حقوق کودکان باید ارائه مطالبشون دعوت میشه. با سلام، عرض ادب و احترام. از این اتفاق اجتماعی بسیار خوشحالم. جشن اول مهر بر همه شما و همه فرودستان جهان پیروز باد. امروز ما اینجا جمع شده‌ایم که اول مهر را جشن می‌گیریم. به جانباختران و رهبران راه آزادی ادای احترام کنیم. اول روز همایش میلیونی انسان ستمکش و کارگر است. در برابر استثمارگران و ستمگران اول روز اتفاق و همبستگی بین‌المللی طبقه کارگر علیه نظام سرمایه‌داری است. این روز سمبل احتراز علیه بردگی مفید است. گفتم جشن همبستگی و اتحاد بین‌المللی، یعنی جشن برای ستمکشان، همبستگی من و تو و همه زنجیران، همه همزنجیران. اتحاد بین‌المللی یعنی اکثریت محرومان کره خاکی، برتران امروز و نازیان فضای بشریت. اتحاد رمز پیروزی است. چرا و چگونه؟ همه ما شلاق ستم را با گوشت و پوست و استخوانمون حس کرده‌ایم. حق را ناحق و ناحق را حق کردن فهمیده‌ایم. بهره‌کشی و حق‌کشی مشخصه فصل موجود است. گردش کار و زندگی امروز بر گرده ماست. ما خالق ثروت و نعمت هستیم، ولی خود از آن بی‌بهره‌ایم. حاصل کار و فعالیت ما برای اقلیت انگشت‌فر رفاه و خوشبختی است، ولی ما در انتهای بدبختی و شیرازی به سر می‌بریم. همه می‌دانیم به تنهایی نمی‌توان کار کرد. یک دست صدا ندارد. پراکنده هستیم. ظالم مظلوم‌دار است. باید متشکل شویم. دوستان عزیز، بگذارید که مسائل و مشکلات دور بر خودمون بپردازیم. ما در ایران زندگی می‌کنیم. یکی کارمند، یکی معلم، یکی پرستار، یکی راننده و یکی درس فروش و غیره. همه کار می‌کنیم و کارگریم. حقوق دستمزد و درآمدمون کفاف زندگی را نمی‌دهد. کم هست و ناچیز. گرانی سرسام‌آور است. زیر خط فقر به سر می‌بریم. فاصله طبقاتی بسیار زیاد است. حقوقمان را چند ماه نمی‌دهند. بیکاری همه ما را تهدید می‌کند. یک نفر برای چند نفر کار می‌کند. بقیه نامخور بیکار. این بعد این نگاه تصویری واقعی و خاص که همه ما با آن دست و منزل نصیب می‌کنیم. کودکانمان از داشتن غذای گرم و لذیذ محرومند. فرزندانمان یا از تحصیل محرومند یا در بدترین شرایط درس می‌خوانند. از گرسنگی و سوء تغذیه و نحیفند. از تحصیل و شادی محرومند. هزینه درمان بسیار گران است. اکثرا تأمین اجتماعی و بیمه درمانی نداریم. درمون کشیدن مهلک است. آرزوی داشتن سرپناه و مسکن دیگر برای ما سرام است. دست می‌آکنیم. اضافه بر آن اظهار بهای مسکن
که دردی است که آن دست این مسئولیتی است فلاکتبار که همه ما در آن گرفتاریم. چرا؟ زودتر ندهیم دکتر مؤثر علت و معلول اون بر دنیا ندهیم، نه آسمان نه زیر زمین، بهشت رو زمینه، جهنم روی همین زمینه. بذار روی زمین بیایی به جهنم. همین جمعه هست. نابرابری، فقر، بی‌حقوقی، ستم و همه می‌دانیم فقر زمینی است، آسمانی نیست. پدیده اجتماعی است. فقر یعنی جمع شدن ثروت یک گوشه‌ای و در دست یک عده‌ای به قیمت شرافت اکثریتی کور ثروت بالا می‌آورد. من گفتم کودکانمان گرسنه‌اند، یعنی بنبست عدالت همینجا راه